گم شده. بفرمایید. دیشب داشته چت میکرده. همیشه در حال چت بود، یا با موبایل یا پای لپتاپ. دیروز چی شده بود؟ چی؟ به دوستش گفته که چیز بدی شده. به شما نگفته؟ عزیزم اینو نمیتونم ببندم، کمکم کن عشقم. چرا اینقدر دستت یخه؟ داری سرما میخوری؟ نه مامان جون، من که چیزیم نیست، حالم خوبه. تو گریه کردی؟ نه آخه چرا گریه کنم اگه بچه؟ کرم اگه نگران کمپ تابستونی هستی من بابا تو راضی میکنم. نه ربطی به اون نداره، فقط یکم دلم گرفته. دلت گرفته؟ چرا گرفته؟ همینطوری یه دفعه ها؟ عزیز دلم بگو ببینم چی شده مامان. چی نشده. خیلی خوب، حالا بگو ببینم قضیه چی؟ مامان عزیزم داداشت جواب تلفن رو نمیده، ما بریم اونا بعدن میان. باشه دارم با کرم حرف میزنم، میام. دردای کرم خان تمومی نداره، بیا دیره. باشه صبر کن میام دیگه. بی خیال ولش کن مامان، بعدن با هم حرف میزنیم. پس بعدن حرف میزنیم باشه. پای لپتاپ خشکت نزنه ها، چشمات خراب میشه. خب عزیزم خانم بیا دیگه. اومدم. اگرم گفته باشه ظاهرا من نفهمیدم. همیشه فکر میکنیم مشکلاتشونم مثل خودشون کوچیکه. چرا رفتم؟ اگه نمیرفتم و تنهاش نمیذاشتم نمیتونستن ببرنش، نمیتونستن، نمیذاشتم. خدایا چی کار کنم؟ خدای من. این فکر رو نکنید. اگه دیروز نمی بردن یه روز دیگه می بردنش. اونا تصمیمشون رو گرفته بودن و هر موقع که کنارش نبودین اونا فرصتشون رو گیر می آوردن. میدونم آسون نیست، اما شما الان باید از همیشه قوی تر باشید خانم. به خاطر کرم، به خاطر یاسمین، به خاطر آدمای این خونه. باشه؟ باشه. ممنون. بهم بگید ببینم کرم دفتر خاطراتم داشته؟ آره داشت. ممکنه اون تو نوشته باشه؟ بله. چه شکلی بود؟ یه دفترچه با جلد چرمی سیاه. شما نمیخوندینش؟ نه چرا باید میخوندم؟ تو این شرایط خوندنمون فکر نمی کنم ایراد داشته باشه. نداره ولی نمیدونم کجاست. پیداش میکنیم. یه لحظه. هفته پیش بهم گفت نمیتونه دفترشو پیدا کنه. یعنی گمش کرده؟ قدیر
قدیر بابا جون 2 ساعته دارم صدات میزنم نمیشنوی. کار داری به من؟ این باز اومده داره درو گیر چرا میده. قفل کردی؟ پاشو آقا محمد میخواد با همون حرف بزنه. آقا محمد کیه دیگه؟ همون مردی که از صبح داره این دور و بر پرسه میزنه. اون چه حرفی داره با همون من چی بزنه؟ میدونم قدیر، اعصاب خودم به اندازه کافی خورده. یالا بلند شو. باشه مامان. این چه سر و وضعیه آخه؟ پاشو لباساتو عوض کن، سر و رو چم بشور، بعد بیا پایین. بجام قدیر. اون در بجام ببند دیگه. لطفا. خوردی عزیزم؟ نوشه جون. آبجی اگه چای داری یه استکانم به ما بده. بله حتما. میشه فنجون شیشه‌ای باشه؟ چشم. صبحانه خوردی عزیزم؟ آفرین به پرنسس من. بیا بریم یکم توی حیاط. بریم. تاب سواری. باشه. مرسی، زحمت شد. نوشه جونتون. خب تعریف کنید ببینم بچه رو چجوری دادین رفت؟ زود باش دیگه مامان. یاسمین میخوری زمین؟ مامان برو میخوام پرواز کنم. عزیزم میافتی؟ همینجوری خوبه. نمیافتم، مثل داداشم حالم بده. داداشت نیست عزیزم. یه مدت باید با من سر کنی. کجاست؟ رفته مدرسه؟ به خاطر امتحاناتش رفته کلاسای تابستونی مدرسه. ببین چه محکم حالت میدم، داری پرواز میکنی. خوبه ها؟ آره. من کرممو به غریبه تحویل ندادم. خب هر کی باشه همین کارو میکنه. فکر کردم پلیسن، ترسیدم. همشون اسلحه داشتن. باشه آبجی، کسی تو رو سرزنش نمیکنه. ما آدمای بدی نیستیم آقا محمد. الماس این بچه‌ها رو عین بچه‌های خودمون میدونه. گردنشون زیاد حق داره. فکر میکنید چون مادرش نیستم چیکارم نمیسوزه؟ ها؟ پسر وظیفه نشناسم اومد. قدیر بود دیگه اسمن. نه بیا قدیر، بیا بشین، یکم میخوام با حرف بزنم. بیا. من چیزی ندیدم که. بس دیگه. اگه اینجا پیش مادرت بودی حتما یه چیزی میدیدی. اون کارات هم در بیار، صورت خوشگلت معلوم شه، مامانت هم راحت میشه. تو کجا بودی دیشب؟ خب با دوستان بودم. آخه معمولا بابام نمیذاره شبا برم بیرون، اما این یکی فرق میکرد، داشت میرفت سربازی. بهترین شب برای بچه دزدی بوده. همه بیرون بودن. تو کرم مثل 2 برادر بودین نه؟ البته من برادر بزرگترش به حساب میومدم. هر چی که میخواست به هر براش حال انجام چاره میدادم. دیگه ای هم نداشتی. پسر ولیعهد هلدینگ با اون بزرگیه. دفتر خاطرات کرم گم شده بود. به تو گفته بود؟ به من گفته بود. اتاقش رو زیر و رو کردم اما پیداش نکردم. چی شد؟ تونستی پیداش کنی؟ اصلا اینجا اومدن منو به مامانم نگو باشه. کرم چه بلایی سرت اومده؟ صورتت سفید شده رنگ گرد. ما اصلا اینجا نبودیم باشه. باشه
فقط بعدا ما تو دردسر نیفتیم. ببین حتی اگه بپرسن عصبانی هم بشن تو نباید بگی قول بده. زود باش قول بده. باشه نمیگم بابا. آروم باش. پس تو و کرم با هم بزرگ شدی. باهات درد و دل میکرد؟ رازشو میگفت؟ نه چیز زیادی به هم نمیگفت. منو قاطی نمیکنه، یعنی هم سطح خودش نمیبینه یه جورایی. بله عایشه خانم میدونم، اما امروز نمیتونیم جلسه رو برگزار کنیم. شما از طرف ما از آقا حالید معذرت خواهی کنین. سعی میکنیم یه تاریخ برای هفته دیگه مشخص کنیم. بله من بهتون خبرش رو میدم. خیلی ممنون. متشکرم. روزتون بخیر. اگه یه کم دیگه قرارداد معطل کنیم شاکی میشن. من یه سر به لیلا بزنم. بفرمایید. اگه شما هم برید بیرون من با آقا کمال یه صحبتی بکنم. چیز پنهانی بین ما نیست، میتونی صحبت کنیم. 100% همینطوره، اما شاید من دارم. ماشاءالله چقدر آدم میشناسید. ضرورت کاری. خب بنا به ضرورت کاری کسایی هستن که باتون دشمن باشن؟ هست، حتما که هست. همه رو نمیشه راضی کرد. کسایی که این کارو کردن خشم و غضب چششونو کور کرد. لطفا خوب فکر کنید ببینید کسی از بدجوری حالشو گرفته باشید یا کسایی. ببینید محمد آقا، هیچ کدوممون معصوم نیستیم. این دنیا دنیای کاره. حتما کسایی بودن که حالشونو گرفتم، اما هیچ کسا اینقدر اذیت نکردم که بخواد به خانواده‌ام صدمه بزنه. با پسرتون چطورید؟ یعنی چی؟ سوالم واضح بود. رابطتون با پسرتون چطوره؟ نمیدونم. خب مثل هر پدر و پسری. خوب. به هر حال مثل هر پدر و پسری با هم دعوا میکنید. جایزه کارنامت دوستش نداری؟ پسرم مگه تو نبودی ماها شب و روز ازم موتور میخواستی؟ ها؟ خب اینم موتور خریدم دیگه. این دیگه چه قیافه ایه؟ کرم منو میخوای با این گول بزنی؟ تو دیگه چطور آدمی هستی؟ ازت متنفر. بی ادب. نه دعوا نمی کنیم. کرم خیلی بچه خوب و آرومیه، با ادبه. دیوارا دارن خفم میکنن. میرم بیرون هوا بخورم. بله غذا آماده است، اما فکر کنم شما خوردین. بله یه چیزایی خوردم. ممنون. عذرم خانم، شما کی هستین؟ ببخشید؟ بین این آدم‌ها چی کار دارین؟
فامیل نیستین، مشخصه. از دنیای این آدم هم نیستین. دستیار آقا کمالم، یعنی بودم. چند ماه پیش مدیر روابط عمومی شرمان هلدینگ شدم. در ضمن دوست نزدیک لیلا هم هستم و تا زمانی که به وجود من نیاز داره اینجام. فکر کنم اونجا برای بازجویی کردن بهتره، مگه نه؟ منظورتون از این رفتار چیه؟ از من خوشتون نیومده یا کلا اینطوری حال میکنید؟ مگه چطوریم؟ نمیدونم، مثل یخ سردین. متاسفم اما جور دیگه ای نمیتونم باشم. چرا؟ تقریبا میشه گفت زندگی من یعنی شرمان هلدینگ آقا محمد. و وقتی که اینطوریه خواه نخواه آدم خودش رو پنهون میکنه. بعد این صورتکا میچسبن و میمونن. دنیای کاره به هر حال. یعنی زندگی شما فقط شامل کار دقیقاً میشه. نمیشه، همه زندگی شخصی هم دارن. من ندارم. Bizim bayramı çocuklara devredelim. Çok düşünüyorduk, bizim tarih eskidikçe çok. Hazır olduk, mam lazım dilimize laf gelelim. Adam olduk sandık, es geçmeyi güvebilince hep. Boyumuz uzar sandık, insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayat kısa, biraz daha tatmalı. Prensipleri biraz bazen unutmalı. Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağınları. Ya gelir geçersin hayatından ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var, en güzel anındayım. Ya gelir geçersin hayatından ya da gelir kalır. Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden. بیا دیگه خاله حسن، بیا دیگه. Rüzgar بیا دیگه دستمو رد میکنی. خواهش میکنم gel دیگه. yanıma istersen, tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. چیکار میکنی؟ دست درد نکنی. اگه تو نبودی هیچ وقت به ذهنم نمیرسی. ببین چقدر خوشحالم. بیا دیگه، بیا تا ماما بریم. بیا، منتظرتم. باشه. چند وقته برای این خانواده کار میکنی؟ تقریبا 5 ساله. قبل اون چی کار میکردی؟ خب قبلش توی بانک کار میکردم. به نظرتون ممکنه کرم چیزی از خانوادش قایم کرده باشه؟ نمیدونم، امکانش هست. هممون تو اون سن یه چیزایی از خانواده همون قایم کردیم. شما چی رو پنهون میکردی؟ من توی خانواده محافظه کار بزرگ شدم. تقریبا همه چیزو باید پنهان میکردم. ظاهرا اون اخلاقو هنوزم داری. اینو دیگه از کجا در آوردی؟ دیشب تنهایی رفتین مهمونی و این یعنی دوست پسرتونو از رئیساتون پنهان میکنید. حالا از کجا شما حد زدین دوست پسر دارم؟ از ساعتتون. مشخصه چیز گرونیه اما سبک شما نیست. حتما از طرف دوست پسرتونه. اینو من خودم خریدم. دوست پسرم ندارم. عجیبه. چیش عجیبه؟ تنها بودن خانومی مثل شما. اگه سوال دیگه ای ندارین من برم. به چند نفر باید زنگ بزنم. با اجازتون. اختیار دارین. آقا مراد رفتن؟ نه بالاست. بگین بیان.
ببینید، من تو کارم آدم موفقیم و آدمای موفق مورد محبت واقع نمیشن و به همین علت منم خیلی دوست داشته نمیشم. یعنی ممکنه صدها دشمن داشته باشید؟ اگه منظورتون اینه، بله ممکنه. اما کسی رو نمیشناسم که بخواد با سوء استفاده از خواهرزادم از من انتقام بگیره و نمیتونم همینطوری ندونسته به کسی تهمت بزنم. خواهرزادتون رو آخرین بار کی دیدی؟ کنم بایستا، کنم گفتم بایستا. نگاه کن تو اینجا اصلا نیومدی، فهمیدی؟ شنیدی؟ گوش کن، اینجا اصلا نیومدی، هیچی هم ندیدی، فهمیدی؟ هفته پیش تو جشن تولدش چیزی توجهتون رو جلب نکرد؟ نه نکرد. همسرتون کجاست؟ پاریس. از این اتفاقات خبر داره؟ نه خیر نداره. لزومی ندیدم بهش بگم، نمیخوام نگرانش کنم. بهتره که خبر بدین، با اونم لازم حرف بزنم. شما چرا به ما گیر دادین؟ مگه نگفتیم وقت رو تلف نکنیم؟ کرم نیست و نمیدونیم هم کجاست. اومدی داری منو بازجویی میکنی؟ داداش میشه لطفا آروم باشی؟ لیلا دارم واقعیت رو میگم. ما خودمون از کرم بیخبریم، اون وقت این آدم اومده داره کارگاه بازی در میاره. لیلا خانم، هر موقع بخواین من میرم. نه متاسفم، هممون عصبی هستیم، معذرت میخوام. کاش، مهم نیست. اینجا میخونه چه داره؟ به جای حرف زدن زیپتو ببند. میگن دوست خوبی تو میبینه، دشمن ایراده تامون. خاموش کن بی صاحبا. داداش من این آهنگا خیلی دوست دارم، بذار باشه. مرتی که فکر میکنی اومدی اینجا تعطیلات ارد بدی واسه من؟ بکری مارمولک هندی 6 حرفیه. فاهیر میشه. فاهیر 5 حرفه باهوش. گمش کن. الو، بله پسرم.
نه هیچ مشکلی نیست. بگو ببینم کی میای. این جان منتظر توییم. باشه تو بیا، حالا حرف میزنیم با هم. باشه. چی بود؟ بکری چی شده؟ داشت بچه گری. چطوری فرار کرده؟ داشت فرار کرده. آخه آدم از اینجا چطوری رد میشه؟ یه پنجره باریکه. وای بدبخت شدیم، فالکو ما رو میکشه. چرا بایستادین؟ برید دنبالش. آره برو دیگه. یا بجنبین. بوده در باز کن خواهش میکنم، التماس میکنم در باز کن. منو دزدیدن، میخوان منو بکشن. خواهش میکنم. تکون نخور. اینا منو دزدیدن، خواهش میکنم منو نجات بده. ولم کن، خواهش میکنم ولم کن. پسر این دیگه کیه؟ دقیقه اول گل اول. تو هم به عصبی ترین عضو خانواده گیر دادی ها. شده دیگه. به اینجور آدم ها آلرژی دارن. در اصل آقا مراد آدم خوبیه، اما چی؟ کسایی مثل من و تو رو آدم حساب نمیکنه؟ آره. تو چجوری قاطی اینا شدی؟ چی درخواست کار دادم اونم قبول کرد. هلدینگو نمیگم بابا. چجوری وارد خانواده شدی؟ کیه؟ از منم میخوای بازجویی کنی؟ نه بابا، به خاطر اون نپرسیدم. این خانواده یکم خانواده مکاری هستن. زیادی نباید باشون صمیمی شد. صمیمی نشدم. مشکلات مالیاتیشون رو حل کردم. اونا هم دارن بهم حال میدن. ولی همین امروز فرداست که همه اینا یادشون بره. این کار پیچیده تر از اونیه که فکرشو میکردم. باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. فعلا که چیزی معلوم نیست. به زودی معلوم میشه.
گمشین. داداش گمشین! این کار از سرتونم زیاد بوده. گورتون رو گم کنین. داش تو رو خدا این کار نکن، تو رو خدا. من چطوری به شما اعتماد کنم؟ از روز اول کارو به گند کشیدین آشقالا. داش تقصیر ما نیست، تقصیر این داشته. همش صدای موزیکو میبرد بالا، ما هیچی نمیشنیدیم. من این بچه رو به شما تحویل دادم. مسئولیت دادم. مسئولیت. میدونی مسئولیت یعنی چی؟ یعنی که اشتباه نمی کنی. اگرم اشتباه کردی قبول میکنی یا پاش وای میسی. فهمیدی؟ آدم باشین. دلم نمیخواد بگن با این آشغال کار میکنه. آروم باش فالکو. عمو حسن اینا بیشورن. تو چرا؟ بهت اعتماد کردم، تو رو الکی بالا سر اینا گذاشتم. حالا یه اشتباهی شده دیگه هم تکرار نمیشه. این دفعه هر کی گند بزنه جیگرشو میدم دستش. برو اون تلفن رو برام بیار. بجام دیگه. بجام. الو بابا. کرم بذار روش بده من. کرم عزیزم، پسرم. کجایی مامان؟ خوبی عزیزم؟ کرم حرف بزن. مامان من خوبم. کرم پسرم. چی شد؟ کرم. حال کرمت خوبه؟ لیلا خانم البته التماس میکنم کاری به پسرم نداشته باشین. التماس میکنم هر کاری بگید میکنم، هر چی بخواین میدید. با پسرم کاری نداشته. با زن جماعت معامله نمی کنم. شو بده به شوهرت. الو چی میخواین؟ پول. آروم باش عزیزم. چقدر؟ تو باید بگی. زندگی پسرت چقدر میارزه؟ چقدر میخواین؟ گفتم که تو قیمتو میدی. حوصله‌ام داره سر میره. 200 منتظرم. 200,000 تا. 200,000 تا؟ بله. برو بالا. 250,000. در این با دوستایی سر گردن ما. نه بابا برو بالاتر.
300,000. الو 300,000. 350,000. الو 350,000 تا. پس این قیمتیه که رو پسرت گذاشتی. آره باشه. سر ساعت 7 تو چهارراه ساماتیا باش. پولو بذار تو ظرف بدون اینکه پشت سرتم نگاه کنی برو. قبل از اینکه شب تموم بشه پسرتو بیاره پولو بدی. اگه پسرمو ندی پولو نمیدم. هر طور دوست داری. الو قطع کرد قطع کرد قطع کرد قطع کرد قطع کرد قطع کرد. داش قرار بود دار و ندارشون ازشون بگیریم که. بچه رو ببرین. اعضا گرفتی؟ این همون عباسی است؟ آتیش انتقام اول خودتو میسوزونه. اینقدر خودخوری نکن. ول کن اون یکی رفته. اون کار دیگه شدنی نیست. چرا شدنی؟ اما مطمئنم شدنیه.